سلام، من هادی ولیزاده، بنیانگذار پلتفرم ایران فلوشیپ هستم. توی این ویدیو در خصوص نحوه راه اندازی داروخونه در ترکیه با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. خیلی از همکاران و دوستان داروساز ما در ایران و همچنین دانشجویان داروسازی ایرانی در ترکیه از ما این سوال رو میپرسن: هزینه راه اندازی داروخونه توی ترکیه به طور کلی اگه بخوایم راجبش صحبت کنیم، به این صورتی که شما اول باید یک مجوزی رو از دولت ترکیه اخذ کنید که هزینه اخذ این مجوز توی شهرهای مختلف ترکیه متفاوته. به طور مثال هزینه اخذ این مجوز در سال 2025 توی شهر استانبول حدود 3.5 میلیون لیره، اما هزینه اخذ این مجوز توی شهرهای کوچکتر ترکیه حدود 300,000 لیره. بعد از اینکه شما این مجوز رو دریافت کردین، باید به فکر یک لوکیشن خوب برای داروخونه‌تون باشید. و الان هزینه یک لوکیشن خوب برای یه داروخونه از 80,000 لیر تا 350,000 لیر توی شهر استانبول متغیره و این بستگی به متراژ و لوکیشن داروخونه شما داره. اگر داروخونه شما توی لوکیشن توریستی و یا نزدیک بیمارستان و مناطق گرون قیمت شهر باشه، خب به طبع کرایه‌اش به 350,000 لیر نزدیکتر خواهد بود. خب شرایط اجاره و کرایه لوکیشن و مغازه داروخونه توی ترکیه به چه صورته؟ خب شما یه مغازه‌ای رو پسند می‌کنید، بعد از اینکه مغازه رو پسند کردین، چیزی که عرف است به اندازه یک مبلغ کرایه به عنوان پول پیش به مالک پرداخت می‌کنید، به اندازه یک مبلغ کرایه به عنوان کمیسیون شرکت املاک به شرکت املاک پرداخت می‌کنید و کرایه توی ترکیه به صورت پیش پرداخت هست، یعنی شما قبل از شروع ماه کرایه ماه آینده رو پرداخت می‌کنید. اما اینجا یک سری استثناءات وجود داره. خب مالک میگه من 2 تا پول پیش می‌خوام، 3 تا پول پیش می‌خوام، یا کرایه ها رو به صورت 3 ماه پیش پرداخت می‌خوام، یعنی شما کرایه 3 ماه رو پرداخت می‌کنید، بعد از اینکه اون 3 ماه تمام شد دوباره کرایه 3 ماه آینده رو پرداخت می‌کنید. بعد از اینکه شما لوکیشن رو اجاره کردین، هزینه بعدی شما دکوراسیون و تجهیز داروخونه هست. خب ببینید، بر اساس هزینه‌های امروز یعنی سال 2025 شما برای تجهیز یه داروخونه حدود 70 الی 100 متری با هزینه معماری، قفسه بندی و تجهیزات حدوداً به چیزی بین 1 میلیون لیر الی 1.5 میلیون لیر نیاز دارید و شما با این بودجه میتونید یه دکوراسیون خیلی شیک و تر و تمیز داشته باشید. بعد از اینکه تجهیز و دکوراسیون داروخونه‌تون تمام شد، مسئله بعدی تامین دارو و خرید دارو برای داروخونه‌تون هست. ببینید شما میتونید با حدوداً 3 الی 3.5 میلیون لیر داروها و کسمتیکس ها، لوازم آرایشی بهداشتی مورد نیاز داروخونه‌تون رو تهیه کنید و به عنوان سرمایه در گردش داخل داروخونه‌تون قرار بدید. این رو هم بگم، بعد از اینکه شما وارد چرخه بازار شدین، شما میتونید داروها رو با کردی که بانک به شما میده از شرکت‌های دارویی خریداری کنید. حالا کسایی که توی ایران هستن بپرسن کردی چیه؟ توی ایران ما یه وام بانکی داریم، اما توی ترکیه ما یک چیزی به اسم کردی و یا اعتبار بانکی داریم. بانک به شما یه اعتباری میده و داروخونه‌ها چون جزء بیزنس‌های خوب توی ترکیه هستن، بانک‌ها بهشون کردی‌های خوبی میدن. مثلا بانک به شما یک کردی و اعتبار 3 میلیون لیری میده و شما میتونید با این 3 میلیون لیر اعتبار از شرکت‌های دارویی و داروخونه‌ها دارو، تجهیزات و لوازم آرایشی و بهداشتی خریداری کنید و طی اقساط 3 ماهه، 6 ماهه و حتی 1 ساله بدون بهره به بانک اون هزینه رو باز پرداخت کنید. جدای از اینها، یک سری شرکت‌های دارویی یک سری آپشن ها برای تسویه دارن، یعنی شما میتونید دارو رو بخرید، بعد از 15 روز، بعد از 1 ماه، بعضاً بعد از 3 ماه این هزینه رو با اونها تسویه کنید. جدای از این، تو یک سری از داروها که مربوط به شرکت‌های دولتی هستن، شما میتونید یک تسویه 3 ماهه بگیرید و توی اون 3 ماه داروها رو به فروش برسونید. بعد از اینکه دارو به فروش رسید، هزینه رو به شرکت‌های داروسازی دولتی پرداخت کنید. اما یه نکته خیلی مهم که ما اینو توی داروخونه‌های ترکیه داریم، اما من توی ایران ندیدمش، اونم اینه که شما میتونید دارو رو با شرایط پرداخت 3 ماه از شرکت‌های داروسازی دولتی خریداری بکنید و اگر دارو در طی 3 ماه فروش نرفت، 1 هفته یا حتی 1 روز مونده به تاریخ پرداخت مبلغ دارو درخواست مرجوعی بدین و شما اون داروهایی که نتونستین به فروش برسونید و بخشی از تاریخ انقضاشون گذشته رو میتونید به شرکت‌های داروسازی مرجوع بکنید و این باعث میشه که نقدینگی شما توی بازار افزایش پیدا بکنه و همچنین همیشه داروهایی رو داشته باشید که تاریخ انقضای طولانی مدت‌تری دارن. در خصوص زنجیره تامین دارو به شما بگم، ببینید توی ترکیه برخلاف ایران که خیلی از داروها به خاطر شرایط تحریمی، شرایط کمبود دارو و مسائل مختلف کم پیدا هستن و یا بعضا تو بازار پیدا نمیشن، اینجا وقتی شما یه دارویی میاد توی بازار، بعد از 2 روز، 1 روز و بعد تا کمتر از چند ساعت به دست شما میرسه. اگر یه مریضی به داروخونه شما مراجعه کنه و یه نسخه رو به شما بده که شما 1 قلم و یا 2 قلم از داروها رو نداشته باشید، خب بعضا میتونید یه بخشی از نسخه رو تکمیل کنید و مریض رو به یه داروخونه
داروخونه دیگه برای تکمیل نسخه بفرستید. اما شما میتونید همون لحظه توی سیستم دارویی اون دارو رو از انبار دارویی سفارش بدین و بسته به شلوغی انبار دارویی این دارو ممکنه در کمتر از چند ساعت به دست داروخونه شما برسه و شما اون داروها رو تحویل مریض و مراجعه کننده بدید. خب بیایید ما این هزینه‌ها رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما حدود 3.5 میلیون لیر هزینه یک مجوز رو داریم. حدود 400,000 لیر هزینه اجاره مغازه و کمیسیون‌هاش میشه. حدود 1 میلیون لیر هزینه دکوراسیون و تجهیز داروخونه است و حدود 3 میلیون لیر هم سرمایه در گردش برای خرید دارو و محصولات. خب حالا چطور میتونیم واجد شرایط راه اندازی یه داروخونه توی ترکیه باشیم؟ اگر توی ترکیه فارغ التحصیل شدین، شما 1 سال به عنوان دستیار یک داروساز توی یه داروخونه کار میکنید و اگر شهروندی ترکیه رو دارید میتونید درخواست مجوز داروخونه رو بدین. اگر در ایران فارغ التحصیل داروسازی هستین، حتما باید مدرک داروسازیتون توی ترکیه معادل سازی بشه که ما در ایران فلوشیپ به شما در تمامی مراحل معادل سازی مدرکتون به شما کمک میکنیم. طبق اساسنامه انجمن داروسازان در ترکیه یکی از شرط‌های اصلی داشتن داروخونه اینه که شما شهروندی کشور ترکیه رو داشته باشید که ما به کمک شرکای تجاری قدرتمندمون در ترکیه برای شما شهروندی ترکیه رو اخذ می‌کنیم و در تمامی مراحل راه‌اندازی داروخونه همراه شما هستیم. ایران فلوشیپ به کمک 14 شریک تجاری قدرتمند و معتبر خودش در سرتاسر جهان به شما کمک می‌کنه تا در کوتاه‌ترین زمان و مطمئن‌ترین روش شهروندی ترکیه رو اخذ بکنید. حاشیه سود داروخونه توی ترکیه به چه صورته؟ ببینید حاشیه سود داروها بین 25 الی 35%. حاشیه سود لوازم آرایشی و تجهیزات آرایشی بهداشتی یه مقدار بالاتر از داروهاست و بین 40 تا 90% و بیشتر داروخونه‌ها بیشتر درآمد و سوددهیشون مربوط به این بخشه. به خاطر همین داروخونه‌هایی که نزدیک مراکز توریستی و پرتردد هستن و بیشتر فروش محصولات آرایشی و بهداشتی دارن، حاشیه سود خیلی بالاتری دارن. خب میرسیم به بخش شیرین داستان و سوددهی داروخونه توی ترکیه که سوال خیلیاتونه. سوددهی داروخونه بستگی به لوکیشن و محصولاتی که میفروشه کاملا متفاوته. اگر یه داروخونه محصولات آرایشی بهداشتی بیشتر بفروشه، خب حاشیه سود بالاتری داره. داروخونه‌ای که داروهای دولتی بیشتر میفروشه، حاشیه سود یه مقدار کمتری داره. اما یه داروخونه توی ترکیه مینیمم 100,000 لیر، بعضن تا 3 میلیون لیر در ماه سوددهی خالص دارن و این کاملا بستگی به لوکیشن یه داروخونه داره. ما داروخونه 60 متری یا 70 متری توی استانبول داریم که توی لوکیشن شلوغه، چون توریستای زیادی اونجا تردد دارن و محصولات آرایشی و بهداشتی زیادی به فروش میرسونه، سوددهی خیلی بالایی داره و در ماه 1.5 میلیون لیر 2 میلیون لیر این داروخانه‌ها سوددهی خالص دارن. امیدواریم این ویدیو براتون مفید باشه.